السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد درباره همین ازدواج میگفتن که اسلام چقدر ماده مقصد اجازت میده که برای مردها همین انتخاب زن در شبکه‌های اجتماعی. بله، بارک الله فیکم برادر عزیز. البته که در شبکه‌های اجتماعی زن یافتن خیلی مشکل است، خیلی سنگین است، خیلی وزنین است. آیا شریعت اجازت میدهد یا نمیدهد؟ شریعت مقدمه پیدایش رو اجازت میدهد. یعنی یک زنی رو دیدید که موحده است، سخنهای توحیدی میگوید، منتشرهایش توحیدی است و همین زن شما نوشتید که شوهر نداشته باشی، من میخوام که یعنی به تو خودم رو مثلا پیشنهاد کنم، این آن یک مقدمه. رسم خود رو ارسال کردید، یک رسم رو او رسم رو ارسال کرد، همدیگر رو قبول کردید. انا همین برای نظر شرعی. اما از این زیاد، بعد از این خیلی سخنهای زیاد رسیدن و زیاد برفتن البته که درست نیست. یک باره بعد از این مرد بعد از اینکه یک دختر رو پیدا کرد، حسن جمالش به او معقول شد، عقیدهش دیدید و بعد از این به ولی میبرید. بعد از اینکه به ولی برآمدید، باقی مونده مسئله را به ولی حل میکنید. اما برای بعضی از سوال و جواب رو حل و فصل و انیق و دقیق کردن، صحبت کردن، بله باقی ندارد که به شاهد یک گروه رو سازید. یک دو سه نفر شاهد هست در این گروه. شما با زن آینده ای که میشود در همین گروه سوال و جواب میکنید. مثلا می نویسید یا گپ کتیبو که ندارد، بس صدا یک گروه هست، خواهری یا برادری یا یگون خیش و نزدیک از عروس هم هست، از شما هم هست، یک خواهرتون، مادرتون، هم کسی دیگر، یعنی خانواده در این گروه وجود دارد. شما صحبت کرده سوال میپرسید، او سوال شما جواب میدهد، وای میپرسید شما جواب میدهید. این درست است. مقصد چیست؟ مقصد پیشگیری مسائل فتنه، پیشگیری مسائل زنا و مسائل شهوانی است. بارک الله. بفرمایید.